به مجموعه صوتی الفبای آسترولوژی خوش اومدید. من آرمیتا هستم و قراره در این سفر با هم زبان رمزی ستاره ها رو فرا بگیریم. نه برای پیشبینی آینده بلکه برای شناخت عمیق‌تر خودمون و مسیر منحصر به فرد زندگیمون. امروز در اولین اپیزود میخوایم به یک سوال بسیار ابتدایی و مهم پاسخ بدیم. اینکه آسترولوژی تروپیکال دقیقاً چیه و چه کمکی به ما میکنه؟ بسیاری از مردم فکر میکنن آسترولوژی یعنی پیشگویی آینده توسط کره‌های بلورین. اما اجازه بدید این باور رو همینجا اصلاح کنیم. آسترولوژی یک زبان نمادینه. یک سیستم باستانی و قدرتمند برای درک الگوهای زندگی و روان انسان. تصور کنید آسمون بالای سرتون یه صفحه نمایش عظیمه که داستان زندگی بشر روی اون نمایش داده میشه. سیارات بازیگران این نمایش هستند و صورت‌های فلکی لباس‌ها یا نقش‌هایی هستند که این بازیگران می‌پوشند. در واقع آسترولوژی هنر تفسیر این نمایشه. هدف نهایی آسترولوژی خودشناسیه، چرا که آسترولوژی به ما کمک میکنه نقاط قوت و چالش‌های ذاتی خودمون رو بشناسیم، درک بهتری از روابطمون پیدا کنیم، ریتم‌های طبیعی زندگی خودمون رو کشف کنیم و در نهایت با آگاهی بیشتری تصمیم بگیریم. حالا برسیم به قلب بحث امروزمون. اینکه آسترولوژی تروپیکال یعنی چی؟ سیستم تروپیکال یک چارت فصلیه. این سیستم بر اساس رابطه زمین و خورشید و به طور خاص بر اساس 4 فصل در نیمکره شمالی بنا شده. اعتدال بهاری اولین روز بهار که میشه نقطه 0 درجه نشان قوچ یا همون فروردین ماه. انقلاب تابستانی اولین روز تابستان که میشه نقطه 0 درجه نشان خرچنگ یا تیر ماه. اعتدال پاییزی اولین روز پاییز که میشه نقطه 0 درجه نشان لیبرا یا مهر ماه. انقلاب زمستانی اولین روز زمستان که میشه نقطه 0 درجه نشان کپریکورن یا دی ماه. پس در آسترولوژی تروپیکال ما از حرکت خورشید و از فصول چهارگانه برای تعریف چارچوب اصلی نشانها استفاده می‌کنیم. این سیستم بیشتر بر تجربه ذهنی و روانی انسان از چرخه زندگی و فصلها تاکید داره. سیستم‌های دیگه از آسترولوژی وجود داره، مثل سیستم سایدرال یا ودیک. همه این سیستم ها درسته، فقط چارچوب اندازه‌گیریشون متفاوته. حالا علت این که من چرا آسترولوژی تروپیکال رو تصمیم گرفتم آموزش بدم 3 دلیل اصلی داره. اول اینکه تمرکز داره بر روان و تجربه های انسانی. از اونجایی که تروپیکال به فصلهای زمینی گره خورده، استعاره‌های قدرتمندی برای سفر رشد فردی در اختیار ما میذاره. بهار نماد شروع و تولد جدیده، تابستون نماد احساسات و درونگراییه، پاییز نماد تعادل و رابطه است و زمستان نماد ساختار، چارچوب و مسئولیت هاست. این چارچوب برای درک حالات روانی ما بسیار کاربردیه. دوم اینکه آسترولوژی تروپیکال وسیله برای خود اکتشافی. هدف من اینه که شما بتونید چارت خودتون رو مانند یک نقشه سفر روانشناسی بخونید و تروپیکال برای این هدف بسیار ساده و ملموسه. سوم، زبان رایجه. اکثر منابع آموزشی، کتاب‌ها و نرم افزارهای رایج در غرب بر اساس سیستم تروپیکال هستند. بنابراین یادگیری اون شما را به دنیای وسیع از دانش متصل میکنه. پس اگر بخوایم خلاصه بکنیم بحثای امروزمون رو، آسترولوژی یک زبان نمادین برای خودشناسیه و نه پیشگویی. آسترولوژی تروپیکال یک سیستم مبتنی بر فصول زمینه. این سیستم یک چارچوب فوق‌العاده برای درک الگوهای روانی و سفر رشد فردی ما فراهم میکنه. حالا نوبت شماست. برای این هفته یک کار ساده براتون دارم. اونم کنجکاویه.
به آسمون نگاه کنید، به چرخه فصل ها فکر کنید، از خودتون بپرسید انرژی این فصل، مثلا پاییز، چه احساسی در من ایجاد میکنه؟ این اولین قدم برای ارتباط با انرژی آسترولوژی تروپیکاله. چرا که احساسات یکی از مهمترین شاخصه های یادگیری آسترولوژیه. قبل از اینکه بخواید چارت خودتون رو تفسیر کنید و یا بخواید تبدیل بشید به یک آسترولوژر، اول باید حس کنید. قبل از اینکه بدونید امروز چه انرژی توی آسمون روی مداره، اینکه یاد بگیرید اول انرژی رو حس کنید مهمترین قدمه و یک تمرینیه که میتونید از همین ابتدا شروع بکنید. توی اپیزود بعد به سراغ اولین المان اصلی چارت تولد خواهیم رفت که میشه سیارات. کشف میکنیم که چگونه این بازیگران آسمانی بخش‌های مختلف روان ما رو نمایندگی میکنن. از اینکه تا پایان این اپیزود همراه من بودید صمیمانه سپاسگزارم. به خاطر داشته باشید چارت تولد شما یک اثر هنری منحصر به فرده و شما هنرمند زندگی خودتون هستید. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.